تابستون 2021 توی دنیای فوتبال یه اتفاق بزرگ و جنجالی افتاد که همه طرفدارا و هوادارای فوتبال رو دچار یه شوک بزرگ کرد. بله، انتقال مسی از بارسلونا به پاریس سن ژرمن. سلام، به یه ویدیو دیگه از کانال من خوش اومدید. برای شنیدن ادامه ماجرا همراه من باشین. باشگاه بارسلونا توی سالهای اخیر بدهی‌های خیلی سنگینی بار آورده بود. مشکلات مالی خیلی سنگینی داشت به خاطر اینکه پاندمی کرونا اتفاق افتاده بود و توی این پاندمی درآمدهای حاصله باشگاه بارسلونا به شدت افت کرده بود. دستمزد بازیکناش هم انقدر زیاد بود که دیگه توی این شرایط جدید نمیتونست از پس همه این هزینه ها بر بیاد. از طرفی لالیگا قوانین خیلی سختگیرانه‌ای رو گذاشته بود. مثلا اینکه سقف حقوق تعیین کرده بود برای بازیکن‌های باشگاه‌ها. بارسلونا هم به خاطر همین قوانین سختگیرانه در کنار بدهی‌ها و مشکلات مالی که داشت نمیتونست دیگه اون حقوق مد نظر مسی رو براش در نظر بگیره و پرداخت بکنه. اما وقتی مشخص شد که قوانین سختگیرانه لالیگا مانع پرداخت دستمزد مورد نظر مسی میشه از طرف بارسلونا، این قرارداد، این مذاکرات در واقع به بنبست رسید و قرارداد مسی تمدید نشد. بنابراین توی یه نشست خبری توی 8 آگوست 2021 مسی با چشمایی که اشک توش حلقه زده بود اومد جلوی دوربین و اعلام کرد که میخواد از بارسلونا بعد از سالهای سال خداحافظی کنه. این لحظه هم برای مسی خیلی سخت بود، هم برای هوادارای بارسلونا که مسی رو به عنوان ستاره تیمشون و عامل موفقیت تیمشون میدونستن. 2 روز بعدش، یعنی 10 آگوست 2021، مسی به سرعت یه قرارداد جدید با پاریس سن ژرمن بست به ارزش 25 میلیون یورو به اضافه پاداش‌های دیگه که این قرارداد تا سال 2023 نوشته شده بود که امکان بستش به 2024 هم توی قراردادش ذکر شده بود. بعد از اینکه مسی به پاریس سن ژرمن پیوست، در واقع در کنار بازیکن‌ها و ستاره‌های دیگه مثل امباپه و نیمار، پاریس سن ژرمن تبدیل به یک تیم فوق‌العاده قوی شد. تو اولین بازی‌هایی که مسی توی پاریس سن ژرمن داشت، یه مقدار بازیش و عمل کردش به خاطر چالش‌هایی که در واقع داشت مورد انتقاد هوادارهای تیم قرار گرفت. اما بعد از اون با تشکیل یه مثلث هجومی با امباپه و نیمار تونست تبدیل به ستاره جدید تیم بشه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و بعد نظرتون رو هم در رابطه با این ویدیو برای من بنویسید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.